در غزل خود میگوید که شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین کند پارسی که به بنگال می رود. حلاوت و شیرینی قند پارسی همچنان دوستداران این زبان گوهربار را به سوی ایران اسلامی می‌کشاند. این بار هم بیش از 200 دانشجو و استاد از 35 کشور در دوره‌های دانش افزایی زبان فارسی شرکت کرده‌اند. از کشور مصر اومدم. من دانشجوی زبان و ادبیات فارسی بودم. الان من مربی در دانشگاه اسکندریه هستم. کارشناسی ارشد هم گرفتم و در دانشگاه اسکندریه کار میکنم. زبان ایران را فارسی و فرهنگ ایران را خیلی دوست دارم، ولی که ایران یکی از جمهوری‌های اسلامی عظیم است. مسئولیت برگزاری دوره‌های دانش افزایی فارسی برای دانشجویان خارجی از پارسال به بنیاد سعدی واگذار شد. 81مین دوره آموزشی فعلی با سرپرستی بنیاد سعدی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در قزوین تشکیل شده و ما خوشوقتیم که در این اولین سالی که بنیاد سعدی مسئولیت این کار رو به عهده گرفته، تعداد این دانشجویان 100% افزایش پیدا کرد. بیش از 200 کرسی زبان فارسی در خارج از کشور وجود داره. 400 اتاق ایران هست که اینها با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد سعدی موضوع آموزش و بازآموزی زبان فارسی در دستور کار قرار داره. کشور ایران من خیلی دوست دارم. الان سومین بار که من اینجا آمدم. زبان فارسی خیلی شیرین است. سرعت گرفتن روند